بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای متعال. در ادامه درس های صنفی اولتراساوند امروز درس خود ادامه میتیم. به نام یاد خدای متعال شروع میکنیم. ادامه درس های ما و شما از قسمت اساسات اولتراساوند شروع میشه و موضوع این درس شما از این قسمت شروع میشه که ماشین اولتراساوند چطور کار میکنه زمانی که ارتباط بین بدن شخص مورد نظر یا شخصی که ما قرار است معاینه کنیم با ماشین اولتراساوند توسط وسیله به نام پروب یا ترانسدوسر برقرار شود. در این زمان ماشین اولتراساوند چگونه میتونه تصویر اعضای بدن به ما و شما نشان بده. اینی موضوع را به نام چی یاد میکنه؟ طریقه یا مکانیزم کار ماشین اولتراساوند. برای از اینکه موضوع براتان خوب واضح شوه، آسان شوه، ما در قسمت به اساس تصویر این را براتان توضیح میتیم. خود اکسا با شما در این قسمت میبینین یک پروبه که این پروب دکسا با یک لاین داره و لاینش از کدام طرف میآید؟ از طرف خود ماشین اولتراساوند میاد. درست است؟ از طرف ماشین اولتراساوند به این طرف آمده و این از طریق این لاین چی به طرف پروب میآید؟ برق میآید. درست است؟ به این طرف برق میآید. زمانی که برق آمد این برق میآید به پروب دکسا به طرف پروب. این جریان برقی یا چارچای برقی توسط این پروب یا ترانسدوسر به امواج صوتی تبدیل میشه که این قسمت ساوند یا صدا رو براتون چی کرده؟ نشان داده. این صوت توسط پروب توسط چی تولید میشه؟ ما شما در درس قبلی خواندیم. توسط یک کریستالای هست به نام پیزو الکتریک است که انرژی برقی را تبدیل به چی میکنه؟ به انرژی صوتی میکنه. این صوت وقتی که به طرف بدن انتقال میشه، مثلا ما شما فرض کنیم این بدن هست، در این طور به این قسمت امواج صوتی به این برخورد میکنه. بعد از برخورد امواج صوتی به قسمت عضویت، دوباره این امواج صوتی دکسا با نظر به مقاومت همی عضو، نظر به سختیش دوباره انعکاس میکنه، دوباره برگشت میکنه و برگشتش مربوط چی میشه؟ مربوط به مقاومت همون عضو میشه. این صوتی که برگشت کرده دوباره توسط پروب جذب میشه. چی میشه دکتر محترم؟ جذب میشه. این صوتی که توسط پروب جذب شد دوباره ایره به انرژی برقی تبدیل میکنه. این انرژی برقی به شکل یک دیتا یا معلومات دوباره در قسمتی سی پی یو ماشین انتقال میشه. این سی پی یو ای داتا یا معلومات انالایز میکنه. بعد از انالایز از این داتا یا معلوماتی که برش داده شده به ما شما یک تصویر نشان میده که مجموعی از اینا طریقه کار ماشین اولتراساوند برای ما شما نشان میده. پس ما شما خلاصه میکنیم درس خودم. اول جریان برق از این قسمت میاد به طرف پروب توسط یک وسیله یا کریستالایز به نام پیزو الکتریک ساوند یا صدا تولید میکنه. این صدا میاد به عضو برخورد میکنه. بعد از برخورد دوباره انعکاس میکنه. این صوت منعکس دوباره توسط پروب جذب میشه. بعد از جذب دوباره به انرژی برقی تبدیل میشه و انرژی برقی دوباره به قسمت سی پی یو انتقال میشه. سی پی یو را انالایز میکنه به ما شما تصویر یا ایمیج تولید میکنه. در این تصویر هم دکتر براتون نشان داده شده. این قسمت شما یک شخص میبینین. در این قسمت دکتر محترم پروب در دستش هست. این پروب در کجا قرار گرفته؟ روی بدن. درست است؟ از طریق پروب در ابتدا چی آمده؟ برق آمده به صوت تبدیل شده. صوت در بدن پخش شده. بعد از پخش دوباره توسط پروب جذب میشه و صوتی یا امواج صوتی دوباره به انرژی برقی تبدیل میشه. این انرژی برقی به ماشین قسمت سی پی یو که انتقال شد به این شکل تصویر به ما شما نشان میده. این طریقه کار ماشین اولتراساوند هست. به اساس همین موضوع دکترای محترم از اولتراساوند به منظور و اهداف مختلف استفاده میشه که در مجموع ما را به دو کاتگوری تقسیم میکنیم. اولین استفاده بسیار معمول از به خاطر تشخیص هست استفاده میشه. به خاطر تشخیص زیاد معمول در بخش چی هست؟ مشکلات نسای ولادی هست.
و مخصوصا در زمان پرگننسی یا حمل خانم‌ها ضرورت به ارزیابی چی داره؟ ضرورت به ارزیابی و مانیتورینگ از طریق ماشین اولتراساوند داره. و گذشته از اعضایی که در بطن است، مثل کبد، مثل کیسه صفرا، پانکراس، طحال، کلیه ها، اینا اعضای بسیار معمول هست که مطالعه میشه. اعضایی که داخل عضله مثل مثانه هست، پروستات هست، رحم هست، تخمدانا هست، ارزیابی صورت میگیره. و استفاده وسیع‌تر به خاطر معاینه قلب است، در بخش چشم بسیار اهمیت داره و انواع مختلف استفاده به خاطر تشخیص از اولتراساوند استفاده میشه. استفاده دیگهش به خاطر تداوی هست. معمول ترینش دکتر چی هست؟ شکستاندن سنگ است. چی هست؟ به خاطر شکستاندن سنگ استفاده میشه که مردم عامیانه رو برام چی یاد میکنه؟ میگه ما عملیات لیزری اجرا کردیم. و همینطور در فیزیوتراپی بسیار استفاده معمول داره، به خاطر تخلیه سیست ها از اولتراساوند استفاده میشه. فوایدش چی است؟ چی باعث شده که کاربرد اولتراساوند روز به روز دکتر چی بکنه؟ زیاد شوه، اهمیتش بیشتر شوه، کاربردش هم افزایش پیدا بکنه. یک تعداد خصوصیات یا ویژگی ها داره که اهمیت اولتراساوند برجسته ساخته، کاربردش بیشتر ساخته. مهمترینش اینه که معاینه بی ضرر هست، کدام ضرر خاص نداره. دوم اهمیت چی است؟ این هست که دکترای محترم وقتی ما شما مریض اولتراساوند میکنیم مریض اذیت نمیشه، در وقتی کم اجرا میشه، از نظر هزینه یا اقتصادی ضرورت به مصرف پول یا هزینه زیاد نداره و اقتصادی برای مریض تمام میشه. و مهمترین خصوصیت دیگه‌ش است که در اکثر مراکز صحی موجود است و دسترس قرار داره. پس در مجموع هر معاینه‌ای که خوب قابل دسترس باشه، در هر جا پیدا شود، از نظر اقتصادی دکتر با هزینه کم ضرورت داشته باشه و خوب تشخیصیه باشه، آفت خوب تشخیص بکنه، این معاینه اهمیت پیدا میکنه. این خصوصیت کلش در اولتراساوند موجود هست. در معاینه بعضی اعضای خاص و ویژه محدودیت داره. ما شما با استفاده از اولتراساوند به شکل درست و دقیق نمیتونیم این اعضا را معاینه بکنیم. هر عضوی که گازات زیاد باشه دکتر محترم یا هوا زیاد داشته باشه، مثالش در کجا هست؟ عضوی که گاز زیاد داره ریه است دکتر یا لنگ دکتر درست است. همچنان امعا یا بایل، این اعضا چون گازات زیاد هست مطالعهش سخت است. و هر عضوی که از لوپ معایی پایینتر قرار داشته باشه، مثل حالب دکتر است، مطالعه سخت است. اعضایی که توسط استخوان یا عظم پوشانده شده باشه، چون استخوان یک عضو یا جسم بسیار سخت مقاوم هست و امواج صوتی از او عبور کردن نمیتونه، بنابر این موضوع هر عضوی که توسط استخوان پوشانده شده باشه مطالعه سخت میشه. کدام عوارض یا خطری خاص نداره، ولی اگر ما شما پروپ با فرکانسی بالا برای مدت طولانی در قسمت بدن قرار بدیم، خطر چی وجود داره؟ خطر این وجود داره که امکان داره DNA مو حجرات کمی آسیب برسانه. اینی از موضوع خطرش است. خب تا این قسمت موضوعات بسیار مهم و اساسی همراهتان بحث شد. موضوع بعدی یا قسمت بعدی که در اساسات اولتراساوند شامل هست، یک تعداد اصطلاحاتی است که در اولتراساوند بسیار استفاده و کاربرد داره. کاربردش به چند منظور است. اول، هر وقت ما شما بخوایم یک عضو به شکل نرمال مطالعه بکنیم یا آفتش هم مطالعه بکنیم، از این اصطلاحات ضرورت میشه و این اصطلاحات استفاده میشه. اگر ما شما مفهومش نفهمیم، مطالعه نرمال و مطالعه پاتولوژیک اعضا با ما شما مشکل میشه. اهمیت دومیش یا کاربرد دومی از این اصطلاحات در علم اولتراساوند یا در بخش اولتراساوند این هست که در نوشتن راپور، وقتی ما شما میخوایم مریض معاینه کردیم راپور بدیم، بسیار کاربرد خاص و ویژه داره. ابتدا اصطلاحاتی را که ما در قسمت براتون شروع میکنیم دکتر محترم، دو تا اصطلاح هست. اولش به نام ایکو یاد میشه، دومش به نام ایکو جینیسیتی هست. اول ما شما ایکو را دکتر مطالعه میکنیم. شما در قسمت توجه بکنید، در تصویر اول اینی امواج صوتی هست، به کدام طرف انتقال شده؟ به طرف یک جسم است. این امواج صوتی گفتیم حرکتی چی داره؟ موجگونه داره.
بعد از برخورد به جسم دوباره برگشت کرده. میبینه این خیالات سرخ یا امواج سرخ چی است؟ امواج صوتی انعکاس شده را نشان میده. هر زمانی که موج صوتی یا امواج صوتی به یک جسم یا به یک جنس برخورد بکنه، بعد از برخورد اینمی امواج صوتی که برگشت میکنه چی میکنه؟ انعکاس میکنه یا برمیگرده. اینمی امواج صوتی به نام ایکو یاد میشه، چون باعث ایجاد تصویر میشه. شما اینجا امواج صوتی که به طرف جسم انتقال شده به رنگ سبز نشان داده شده، برگشت شدهش به شکل رنگ قهوه‌ای. اینمی امواج صوتی که دوباره برگشت کرده، ایره برام چی یاد میکنه؟ به نام ایکو یاد میکنه. ایکو داکسا فقط صوتی برگشت شده را نشان میده، مقدارش کار نداره. آیا مقدار صوتی که برگشت کرده کم هست، زیاد هست یا در حد متوسط هست؟ مثلا داکسا با در قسمت ما شما یک وسیله تولید کننده امواج صوتی مثلا پروپ در نظر میگیریم، در قسمت یک جسم قرار میتیم. این امواج صوتی وقتی برخورد میکنه امکان داره کلش دوباره برگشت بکنه، صحیح؟ تمام از دوباره برگشت بکنه. یا امکان داره یک جسم دیگه باشه، مثلا در اینجا ما نشان میتیم براتون یک پروپ هست امواج صوتی را تولید میکنه. این امواج صوتی بعد از برخورد به یک جسم امکان داره یک مقدارش عبور بکنه، یک مقدار کمترش دوباره انعکاس بکنه. خود در مجموع اگر ما خواسته باشیم مقدار امواج صوتی را پیدا بکنیم یا تعیین بکنیم که آیا کم هست، در حد متوسط هست یا زیاد هست، به خاطر نشان دادن مقدار امواج صوتی برگشت کرده یا انعکاس شده از اصطلاح بعدی استفاده میشه که او چی هست؟ ایکوجنیستی هست. مثلا دکتر با این تصویر که شما میبینین ایکوجنیستی رو میبینین، درست است؟ ایکوجنیستی براتون دیده میشه در این تصویر، درست؟ در این قسمت ایکوجنیستی چی بوده؟ زیاد بوده. در این قسمت هم تمام امواج صوتی دوباره برگشت کرده، بسیار زیاد بوده. در این تصویر میبینیم تمام امواج صوتی عبور کرده، هیچ انعکاس نداشته. پس ایکوجنیستی اینجا چی بوده؟ هیچ وجود نداشته. قسمی که شما در این تصاویر میبینین بسیار براتون واضح میشه انشاءالله. این تصویر اول چه قسمی است دکتر محترم؟ این تصویر اول امواج صوتی مقدار زیادش برگشت میکنه، یک مقدار کمش عبور کرده. در اینجا ایکوجنیستی چی است؟ در حد متوسط هست، بخشید در حد زیاد است. یک مقدار کم عبور کرده، مقدار زیاد دوباره انعکاس داده شده. پس ایکوجنیستی چی بوده؟ زیاد بوده. در تصویر دومی دکتر با شما مشاهده بکنین امواج صوتی وقتی در جسم برخورد میکنه مقدار کمش انعکاس میکنه، مقدار زیادش از این عبور کرده. پس در اینجا چی هست؟ ایکوجنیستی کم هست. در تصویر سومی شما مشاهده بکنین امواج صوتی به جسم برخورد کرده، تمام امواج صوتی از این عبور میکنه، هیچ انعکاس نداره. پس این جسم چی نداشته؟ ایکوجنیستی نداشته، چون ایکو هم نداشته. نظر به امی موضوعات اصطلاحات بعدی یادگیریش براتون بسیار آسان میشه. خب چی قسم آسان میشه براتون؟ در اینجا توضیح داده خواهد شد. خواب دکتر محترم گفته هرگاه یک عضو دارای قوام یا سختی زیاد باشه، مثل که شما در تصویر میبینید مولکولاش با هم چی باشه؟ نزدیک باشه. زمانی که امواج صوتی به این برخورد میکنه مقدار زیاد امواج صوتی رو دوباره برگشت میده یا انعکاس میده. تصویری که ایجاد میشه چی قسم خواهد باشه؟ مثلا شما اینجا ببینین یک جسم است، صوت آمده در این برخورد کرده، مقدار بسیار زیادش دوباره انعکاس کرده. تصویری که ایجاد میشه به شکل است، بسیار یک تصویر سفید واضح و روشن ایجاد میکنه. هرگاه این جسم به شکل باشه که دارای قوام سخت باشه، امواج صوتی را مقدار زیادش انعکاس بده، تصویرش به رنگ سفید یا ایکوجنیک دیده شوی را به نام هایپر ایکویک یاد میکنه. مثلا سنگ درست است، کتلاتی که جامد باشه یا سولید مس باشه، و همینطور فت یا شحم از نظر اولتراساوند به شکل هایپر ایکویک یا ایکوجنیک دیده میشه. اصطلاح دوم هایپو ایکویک است. هایپو ایکویک چی معنا میده؟ هرگاه
قوام یک جسم کمتر باشه، یعنی فاصله بین مولکولایش زیاد باشه، دارای قوام نرم باشه، هرگاه امواج صوتی به او برخورد میکنه، قسمی که شما در تصویر میبینین، مقدار بسیار زیادش عبور میکنه، مقدار کمترش انعکاس میکنه. مقدار کمترش چی میکنه؟ انعکاس میکنه و تصویر را که ایجاد میکنه به این شکل شما ببینین به رنگ خاکستری دیده میشه که اینمی تصویر به نام هایپو ایکویک یاد میکنه. مثل کبد دکتر محترم، طحال، رحم، قشر کلیه، اینی ساحات به رنگ خاکستری یا هایپو ایکویک دیده میشه. تصویر دیگه دکتر با اصطلاح دیگه اصطلاح ان ایکویک است. اصطلاح چی است؟ اصطلاح ان ایکویک است. ان ایکویک چه معنا میده؟ هرگاه فاصله بین مولکولای یک جسم یا یک عضو بسیار زیاد باشه، دارای بسیار قوام نرم باشه، هرگاه امواج صوتی مثل که شما در تصویر میبینین به یه عضو یا به یه جسم برخورد کنه، تمام امواج صوتی از عبور بکنه، هیچ انعکاس نداشته باشه. تصویرش دکتر با چه قسم دیده میشه؟ به رنگ کاملا تاریک دیده میشه. مثل که شما در این ساحه میبینین، اینی ساحه را ساحه چی میگه؟ ان ایکویک میگه. مثلا جایی که مایع باشه است، کتلات سیستیک که داخلش مایعات جمع میشه، درست است؟ و همچنان داخل مثانه قسمی که شما در تصویر دیدین مملو از فلوید یا ادرار هست، به رنگ چی دیده شده؟ تاریک. این به نام چی یاد میکنه؟ ان ایکویک یاد میکنه. شما در تصویر ساحات براتون مشخص شده. اینی ساحه را که ما نشانی میکنیم دکتر محترم کاملا به رنگ خاکستری دیده میشه. این به نام چی یاد کرده؟ هایپو ایکویک. اینی ساحه داخل کیسه صفرا هست، این ساحه به رنگ تاریک دیده میشه. چی است؟ ان ایکویک است. در این قسمت اینی ساحه چی است؟ به رنگ سفید واضح دیده شده، به نام هایپر ایکویک یاد میشه. و همینطور تصاویر بعدی را خودتون دکتر محترم مشاهده بکنین، اصطلاحات براتون بیشتر واضح میشه. این تصویر ما باز براتون توضیح میتونم، خوب واضح هست. اینی ساحه را براتون نشانی میکنیم بخیر. اینی ساحه است، تصویر از اسپلین یا طحال هست، کل قسمتاش به رنگ چی دیده شده؟ خاکستری. را برام چی میکنه؟ هایپو ایکویک. این قسمت قشر کلیه هست که من براتون نشانی میکنم، قشر کلیه هست. اینی ساحات هست، تمام ساحات قشر کلیه به چه رنگ دیده میشه؟ خاکستری. این را برام چی یاد کرده؟ هایپو ایکویک. قسمت ساینسی کلیه اینی ساحات هست، اینی ساحات دکتر محترم، و در قسمت کلیه که یک سنگ هست، این سنگ و قسمت ساینسی کلیه به رنگ سفید واضح روشن دیده شده. به این خاطر برام چی یاد کرده؟ هایپر ایکویک یاد کرده. درس ما و شما در این قسمت به پایان میرسه. انشالله که از این درس استفاده و بهره اعظمی را برده باشین. تشکر از توجه و همکاریتان. به خیر و سلامت باشید.